برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. سلام درود تماشابینان عزیز گرامی. امروز برنامه دیدگاه است و در مهمانی ما رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، یکی از قنات پیمان ملی تاجیکستان، محترم شراف‌الدین گدایف حضور دارند. ما با ایشان تصمیم گرفتیم که در برنامه امروزه یک مصاحبه با ایشان داشته باشیم. مصاحبه ما بیشتر درباره اساساً جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، فعالیت‌های خودی رهبر این جنبش و عموماً اشتراک و رول اساسی همین جنبش در پیمان ملی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. برادر عزیز گرامی شراف‌الدین گدایف، خوش آمدید به برنامه. درود و سلام به شما، درود و سلام به بینندگان شبکه پیام تیوی. سپاس بی پایان برای شما برای این دعوتتان. زنده باشید. تشکر زیاد. سوال اولی من این است که من میخواستم بپرسم که خود شراف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، عین حال همین شب روزها به چه کار آواره هستند؟ عین زمان ما به فعالیت‌های سیاسی مشغول هستیم، به سفرها، بعضی کشورها سفر میکنیم و بعضی مسئله ها هستند که در دایره برنامه پیمان ملی تاجیکستان این سفرها انجام یابد و ما تلاش داریم که برای وضعی به وجود آمده در تاجیکستان توانیم تاثیر رسانیم و آن را مثبت به انجام رسانیم. بسیار خوب. یادتان باشد به نزدیکی پیمان ملی تاجیکستان برنامه فعالیت خود را و برنامه‌ای که می‌خواهد در تاجیکستان پیاده کند منتشر کرد، اعلان کرد و من می‌خواستم از شما بپرسم که در همین برنامه فعالیت پیمان ملی تاجیکستان و برنامه کاری پیمان ملی تاجیکستان، برنامه‌ای که می‌خواهد در کشور عزیزمان تاجیکستان پیاده شود و به این گمان است که اگر این برنامه در تاجیکستان پیاده شود، تاجیکستان پیش می‌رود. خودی همین جنبش شما در همین برنامه ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان چی رول ها رو می‌بازید و چی اشتراک داشت؟ ببینید، ما در پیمان ملی تاجیکستان در یک جایگی با 4 گروهی که در آن تشکیل یافتگی است، ما از در یک جایگی فعالیت میکنیم و گروه های متخصصین برای تأسیس این برنامه جلب شدگی بودند و غیر از این کارشناسان بیرون از پیمان ملی تاجیکستان نیز در این ساختن برنامه جلب شدگی بودند و در اینجا ما در یک جایگی این برنامه را تهیه کردیم و متخصص هم از جنبش اصلاحات و هم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم از گروه آزاداندیشان تاجیکستان نیز در اینجا اشتراک کردن. البته این برنامه مشترک و غیر از این کارشناسان سیاسی و اقتصادی در این شرکت داشته بودند و همه سهم‌های گوناگون دارند در این ساختن برنامه. مثلا نام جنبش شما جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان است. همین هر یک حزب، هر یک جنبشی که تأسیس می‌یابد و الکی پیش از آن که نامش گذاشته شود، یعنی نزدیک به همین نام مقصدهایش، آرمانهایش پیشکی معین می‌شوند و نزدیک به همین نامش، نزدیک به همین آرمانها و مقصدهایش نامگذاری کرده می شود. جنبش شما جنبش اصلاحات و رشد است. دو چیزی که به تاجیکستان همین شب روز ضروری است. از همه چیز ضرور است. به تاجیکستان امروز اصلاحات لازم است. باید در تاجیکستان اصلاحات شود و به تاجیکستانی که در همه حالتها
در همه نامگوها، در همه رده ها در آخران میبینیم البته رشد لازم است، بالا رفتن لازم است، در رده بندی ها به پیش رفتنش لازم است. حالا ببینید دو چیزی لازم، یعنی یک نامی که به این جنبش گذاشته شده است واقعا یک نام موفق است، اما من از شما پرسیدنی هستم که همین روز همین جنبش، همین روزها جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان تا چی هست موفق است؟ ببینید حالا موفق بودنی هم ملت و هم جنبش و هم حزب و حرکت ها در آن است که تا آن دم آنها توانند تاثیر رسانده در روندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان. متاسفانه تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری است و ما نمیتوانیم یک مشارکتی در داخل تاجیکستان داشته باشیم به سبب‌های معین و مشخص که حتی در اون کشور آزادی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. البته ما برنامه سازی داریم و شخصیت ها و آن نفران متخصصینی که در ساحه اقتصاد هستند، در ساحه تکنیک تکنولوژی نو هستند، آنها برنامه های خودشان رو پیشنهاد میکنند، ما دید و نظرهای آنها رو میگیریم و برنامه های رو برای آینده تاجیکستان پیش بینی میکنیم و در صورت دلخواه ضرورت به وجود آمدن البته این برنامه ها پیاده می شود. حالا هر برنامه ای که هم حزب های سیاسی در تاجیکستان هم گروه هایی که بیرون از تاجیکستان هستند، آنها اگر تهیه کنند و پیشنهاد کنند به این حکومت، آن عملی نشونده است. چرا که حکومت تاجیکستان، حکومت امام علی الرحمن، برنامه‌اش تنها در دایره منفعت‌های خانواده خودش ساخته شده است. آیا اگر در دایره منفعت‌های خودش هرچند این برنامه آیا وجود دارد، با برنامه می‌روند آنها؟ ببینید اونها با یک برنامه‌ای که دارند برای مردم و برای جامعه جهانی، برای سازمان‌های بین‌المللی، برای پول گرفتن، برای غارت کردن، یک برنامه‌ای برای خاک پاشیدن به مردم، به جامعه جهان دارند. یک برنامه معین و مشخص به خاطر تمامی قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت تمامی این کشورها در دست خود و خانواده خود نگاه داشتند. یک استراتژی معین برای نگاه داشتن قدرت و حفظ قدرت، غارت کردن و تجاوز کردن ملت و در بالای این ملت دارند و برنامه مشخص برای آینده تاجیکستان، برای 10 ساله ها، برای 20 ساله ها و همچون باقی ماندن دولت تاجیکستان پس از سر آنها، پس از سر فرزندان آنها در برنامه آنها نیست. یعنی آنها آینده ساز نیستند. حالا ببینید اینجا من میخوام بپرسم که در تاجیکستان چیزی که شما میگویید همین برنامه‌ای که آنها دارد، مثلا برنامه یک اولاد، حالا میبینیم که یک برنامه موفق است، هرچند یک برنامه نونوشته است موفق است. همین عائله رئیس جمهور، عائله پیشوا پیش رفته ایستاده است، همین برنامه‌هاش اجرا شده ایستادند. حاضر یک دقیقه، همین برنامه‌هاش اجرا شده ایستادند و هر یک استراتژی که برای عائله وجود دارد، اگر این خیلی وجود داشته باشد، استراتژی موفق است. برای چی؟ ببینید موفقیت رو یعنی در این حالت هنر داشتند، مثلا یا که یک برنامه موفق داشتن که معمارش شاید از بیرون باشه یا خودشون معماری خوب هستند. ببینید موفقیت انسان‌های بزرگ در آن است که آنها یک برنامه نه برای خود، نه برای شخصیت خود، نه برای فرزندان خود دارند. آنها برنامه برای آینده دولت دارند، آینده کشور دارند، برای بهتر کردن وضعیت زندگی مردم دارند. موفقیت یک انسانی دوست، تجاوزگر، غارتگر، قاتل در آن نیست که آن میتواند. این نشانه موفقیت نیست. یک انسان برای خودش میتواند یک مثلا دوست در دزدیش موفق است. ببینید دوست در دزدیش موفق است، این یک موفق بد است. اما در اینجا ما یک انسان موفق میگوییم، ما همیشه یک دزد موفق میتونیم بگوییم، ولی ما یک
قاتل موفق بگیم حکومت رحمانوف رو درست میشه. اما همچون برنامه موفق دارن این نادرست است. برنامه موفق برای تمام ملت است، برای آینده کشور است، برای آینده انسان ها است. برنامه موفق باید انسان ها رو به خوشبختی برساند، زندگی انسان ها رو آسان تر بسازد، حیات انسان ها رو در امن نگه بدارد و انسان ها یک احساس خوب داشته باشند، از زندگی لذت برند و این برنامه میتواند برنامه موفق باشد. این برنامه موفق این نیست که شما هزاران هزار انسان رو به خاطر موقع سیاسیشان، به خاطر دانششان، نمیدونم به خاطر جایگاه اجتماعی اقتصادیشان آنها را شما برده به زندان کنید. این برنامه موفق نیست، این برنامه قاتلگری است، این برنامه دزدی است. نمیتوانیم ما اینها رو همچون برنامه موفق بگیم. ما نمیتوانیم رحمانوف را یک انسان بگیم که برنامه موفق دارد و حکومت را با چنگال آهنینش با خانواده‌اش در زیر ظلم بسیار خوب فهمیدین ستم برای فهمیدیم یک لحظه فهمیدیم. اما ببینید پیش راه این را گرفتن لازم است یا نه؟ برای گرفتن پیش راه این دزدیگری، این غارت یا که این دزدی موفقانه یا قاتلی موفقانه چه خیلی که خودتون گفتید، چه کارهای انجام می شود امروز از طرفی حرکت های سیاسی مثل جنبش اصلاحات و رشد یا اینکه عموما پیمان ملی تاجیکستان یا هر گروه های دیگر امروز شما همچون یک شخص سیاستمدار سالها که در سیاست بودید، مثلا گریم رهبریت گروهی 24 رو به عهده داشتید، امروز رهبریت یک قنات پیمان ملی تاجیکستان رو به عهده داشتید، چی کارهای انجام شده است؟ چی تاثیرهای وجود دارد برای پیش راهی این دزدی، این قاتلی رو گرفتن؟ ببینید ما تمامی برنامه‌های ما در چارچوبه قانون و راه و روش ما در چارچوبه آن سیاست‌های دیپلماتی و سیاسی، سندهای معیار حقوقی بین‌المللی، قانون‌هایی که در مثلا از روی قانون تاجیکستان اگر فعالیت شما ممنوع است. ببینید از روی قانون تاجیکستان این قانون وقتی که دادگاه میگویم یک حکم قانونی میگویم، این علاقه یک مسئله دیگر است که آن غیر قانونی است. سازمان های بین المللی، جامعه جهانی و این اعتراف کردن که در اونجا یک نسبتی رقیبان خود پرونده سازی می شود و حرکت های آنها از جانب یک گروه یعنی صادر قانون نسبت مخالفین از جانب حکومت تاجیکستان این خود غیر قانونی است. یعنی این مسئله یک مسئله دیگر است. حالا ما میتونیم در این مسئله پسانتر برگردیم. برنامه ما برنامه دیپلماتی و سیاسی و حقوقی است. ما این از جانب خود این مسئولیت خودمون رو انجام داده ایستادیم و امروز هم مسئله رسانه‌ای و هم از طریق رسانه و هم از طریق واخوری‌های علاهیده با سازمان‌های بین‌المللی، با گروه‌های دیپلماتی نشسته و این مشکلی تاجیکستان رو ما به جامعه جهانی رسانده ایستادیم و همزمان ما با مردم کار کرده ایستادیم و اگر شما 10 سال پیش قبل رو ببینید، مردم حتی نام امام علی رحمانوف رو به زبان گرفتن میترسیدن. وقتی که ما به مسکو اومدیم با همراه عمر علی قواتوف در مسکو، ما وقتی انسان ها رو جمع میکردیم میگفتیم بیایید مسئله تاجیکستان رو صحبت کنیم، هیچ کس نمیخواست در این باره صحبت، همه میترسیدن و حالا این جرأت و جسارت و اینها همه از آن زحمت و تلاش های تمام مخالفین است که امروز در یک جایگی توانستند آن مشکلات هایی که در تاجیکستان هستند توانستند تا یک اندازه برسانند و در شرایط کنونی در آسیای میانه شاید مخالفین تاجیکستان یگانه مخالفی هستند که سرجم هستند برای آزادی خودشان تلاش میکنند. حالا اینجا من شما رو قطع میکنم به معذرت. عمر علی قواتوف رو نامشان رو گرفتید، خدا رحمت کند، و گفتید که ما در مسکو مردم رو جمع میکردیم، صحبت میکردیم. در جامعه، در شبکه‌های اجتماعی همین خیلی اندیشه ها هم وجود دارد که مرحوم شهید عمر علی قواتوف و شرف الدین گدایف تا زمانی که در تجارت موفق بودند، تجارت موفق در تاجیکستان داشتند،
ягон фаъолияти сиёсӣ надоштанд, тиҷораташон муваффақ буд, аз тиҷорати муваффақашон хурсанд буданд, бо оилаи раисҷумҳур бо хешу табораш тиҷорат мекарданд, ором буданд. Вақте ки тиҷораташон кашида гирифта шуд, баъд ба сиёсат даст заданд ва шахсони сиёсӣ шуданд. бубинед, як масъала аст. Хоб мо дар Тоҷикистон бо тиҷорат машғул будем. Бештар аз 3,500 шаҳрванди Тоҷикистонро бо ҷои кор таъмин кардем. ва 3,500 шаҳрванди Тоҷикистон ба ҷои кори доимӣ таъмин буданд ва талошҳои мо бештар кардани ин фазои корӣ дар Ба кадом Тоҷикистон. намуди тиҷорат машғул будед? Тиҷоратҳои гуногун аз сохтмону истеҳсолоту дигар ва ё вай намеравем. ҳадафу талоши мо ин бунёди ҷойҳои корӣ буд. Аммо барои бунёди ҷойи корӣ дар Тоҷикистон монеаҳои вуҷуд доштанд ва монеаҳоро то замоне ки блоки сиёсӣ иваз намешуд ва як хонавода асри қудрат намерафт, мо ин корҳоро анҷом дода наметонистем. Мо пеш аз оне ки ба майдони сиёсат биёем, мо пеш аз он дар бисёр вазорату корхонаҳои давлатӣ бо мушкилотҳо рӯбарӯ мешудем. Яъне мо ҷанҷолҳои зиёд доштем бо роҳи оҳан ва дигар корхонаҳое ки давлатӣ буданд, чун механизме ки дар онҳо гузоштагӣ буд, онҳо ҷойҳоеро гузошта буданд ки ҳар тиҷор меомад вобаста ба як вазорат мешуд ё вобаста ба як қонуне мешуд ки ин қонунро танҳо онҳо ба он хотир мегузоштанд ки соҳибкорон пеш рафта натонанд. Чаро садои шуморо дар ҳамон вақт бубинед, агар мо намешунидем дар расонаҳо? Бубинед, агар ки шумо чанд суҳбатҳои Умар Алӣ Қувватовро тамошо карда бошед дар дохили Тоҷикистон 10 соли 2011 бо роҳи оҳан ва онҳо мушкилот доштанд, мушкилотҳоро дар васоити ахбори омма васеъ мегуфтанд. Ин мушкилотҳо буданд ва ин мушкилотҳоро мо бардошта будем ва чандин масъалаҳои дигар буд ки мо мушкилотҳое ки дар Қирғизистон будем, ҳукумати Тоҷикистон наметавонист соҳибкорони худашро дар масъалаи роҳи Қирғизистон ҳимоят кунад ва бисёр мушкилотҳое буданд дар сарҳади худи Тоҷикистон ки масъалаи ҳукумати Тоҷикистон монеагузорӣ мекард барои пешрафти тиҷорат. Мо бисёр масъалаҳоеро мебардоштем ва роҳи ҳалли онҳо ҳал намешуд. ва мо соли 2011 буд ки мо дар фикри як тағйири ҳокимият будем. Аммо он гурӯҳҳое ки омода мехостанд омода бошанду ва тавонанд қудратро иваз кунанд, мутаассифона набуданд. Буданд онҳо аз роҳҳои дигар пешниҳод мекарданд ки ин роҳҳо номуваффақ буданд ва роҳе ки мо барои онҳо пешниҳод карда будем, ин сарнагун кардани режими Раҳмон бо ҳар роҳу воситае ки бошад, ба хотире ки мо медонистем ки ин режим аз кадом роҳу усулҳо истифода мебарад ва дигарҳо аз ин роҳҳо метарсиданд. ва Умар Алӣ Қувватов дар майдон баромад ва бо гарчанде ки таҳдидҳо ба ҷонаш буд, таҳдидҳо ба молу мулкаш, ба хонаводааш буд, он шахс вазифаи худашро, вазифаи ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун як соҳибкор, ҳамчун як инсон дар назди миллат анҷом дод. ҳар як инсон. Мо наметавонем маро Умар Алӣ Қувватов чун ҳазорон ба мисли мо қурбони ин низом шуданд, ҳазорон тиҷорҳо, ҳазорон ин шахсиятҳо, аммо онҳо хомӯш ҳастанд, қурбон шуданд, хонаводаашон. худи анамин Умед 88 мо вақте ки берун аз Тоҷикистон рафтем, Умар Алӣ Қувватов аз Москав занг зад, бо ягон ҳамкорие доштен пештар бо Умед 88? бале, занг зад, масъаларо фаҳмонд ва он гуфт ки мо бо тиҷорати худ мо идома медиҳем, мушкили бо ҳукумат надорем. Гуфт рӯзе мешавад ки ин мушкил меояд бар сарам. Он вақт инро рад кард. ҳамон замон Умар Алӣ Қувватов дар Москав раҳбарияти Умед 88 гап зада буд, бо Одинаев суҳбат курд. Бале, аммо рад карда буд. бо бисёриҳо суҳбат кард. марҳум Одинаев аллакай вафот кардааст, дар дохили зиндон вафот кардааст. Бале. Вақте ки Худо раҳматӣ гуфта буд ки э бача и осиё ба навбатай, ана ҳамин тоҷирҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд ҳамаш аз байн мераванд. шумо бовар кунед, бибур ҳозир миёнта банд биё дар паҳлӯи мо бист, молӣ кӯмак ки мо дар ҳадафҳомон бирасем. Аммо ин чӣ кард? Гуфт ки на, ман ҷомсоза. вақте ки тоҷирҳо пайдарпай бурданд, ҳама хомӯш буд. ҳоло мо наметавонем ки ҳоло мо ин қадар пеш рафтем, ин ҷасорат додем аз худ, ҷасорат
ба дигарҳо додем, ангеза додем барои дигарҳо ки мардум дар баробари ҳама зулм, дар баробари ҳама қатлу куштор, дар баробари ҳама таҳдид бояд дар муқобили ин низом истода шад. ва ҳар нафаре ки барои молуш кушта мешавад, барои молуш мехезад, гап мезанад, бояд қобили эҳтиром бошад. ҳар як нафаре ки новбаса ман ҳастам, шумо ҳастед, ҳар касе ки бошад, ин ҷавонмардӣ аст. мо набояд, агар ҳар як нафар ба мисли ман мешуд, ҳақаш гирифта мешуд, ҳақаш поймол карда мешуд, хонааш аз ҷониби Шоҳрух гирифта мешуд, аз ҷониби Рустам гирифта мешуд, аз ҷониби Тахмина гирифта мешуд, аз ҷониби Озода гирифта мешуд, аз ҷониби Шамсулло, аз ҷониби Зоир, аз ҷониби Ҳасан Асадуллозода, аз ҷониби ин авлоди роҳзан агар гирифта мешуд, онҳо садо баланд мекарданд, имрӯз миллати тоҷик ба ин ҳолат намерасид. ин сабаби хомӯшии онҳо аст. ва имрӯз агар решаи ин ҳамаро бигирем, мо тарсро дар худмон мегӯем ки аз ин бало гурезем. ҳеҷ вақт шумо аз бало намегурезед. ҳар вақте ки шумо гурехтед аз як мушкилот, ин мушкилот роҳи худаш пайдо намекунад. шумо бояд дар муқобили мушкилот бошед ва мубориза бо ин мушкилот баред ки роҳи ҳалли ин мушкилот ҷавонмардона дар муқобили ҳар зулм истодагарӣ кардан аст. баъдан мефаҳмад ин золимҳо дар расонаҳо ва дар ҳамин гуна мусоҳибаҳо бисёр ҳамин хел дилсӯзона бо ҳамин хуни ҷигар шуданҳо ҳарфҳо гуфта мешаванд ва мебинем ки таъсираш на ба ҳамон андозае ки миллат чашм дорад. таъсири ҳамин гуфтаҳои мо то ин ки миллат бифаҳмад, то ин ки як таъсире ба ин ҳукумат доштагӣ бошад ва миллат биёяд дар бари мухолифин биистад ва ҳама якҷоя дасти ҳам бигирем ва ин ҳама ноадолатиҳоро бартараф кунем. аммо мебинем ки ин ҳама гуфтаҳо хеле таъсири кам доранд. ба чанд таъсирҳояш шумо ишора кардед, лекин мебинем ки гуфти рӯзҳо результат ҳамон қадаре ки миллат чашм дорад нест. чаро ягон сиёсати нодурустро мухолифин пеша кардаанд ё ки дар сиёсатшон ягон камбудӣ вуҷуд дорад ки дар бораи камбудӣ ҳоло фақат аз камбудиҳои режим мо мегӯем бисёр, лекин ба камбудиҳои худ ки натавониста истодаем ба ҳамин хатоҳо, бас кардани ҳамин хатоҳо таъсиргузор бошем, кам аст. худтанқидкунӣ кам аст. масалан гирем ҳамин ҳоли ҳозир Шарофиддин Гадоев чӣ гуна метавонад худро танқид кунад? Шарофиддин Гадоев дар ҳамин пешрафти таъсир ба ҳамин ноадолатиҳо чӣ корҳоро имрӯз бояд анҷом бидиҳад ки анҷом дода натавониста истодааст? бубинед, шумо таъкид кардед ки чаро ҳоло ба натиҷаҳое ки талош доранд ва шабрӯз заҳмат мекашанд мухолифин намерасад. бубинед, як чанд мушкилотҳо ҳастанд, аммо дастрасӣ ба ахбори алтернативӣ дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. тамоми расонаҳо, тамоми шабакаҳо дар Тоҷикистон баста ҳастанд ки ин ба сатҳи дониш ва фаҳмиш ҷаҳонбинии мардум дар дохили Тоҷикистон таъсир мерасонад. чун ҳукумат барои миллати тоҷик як чизеро дуруст кардаги аст ки онҳо танҳо мустақим мебинанд. онҳо намебинанд дар гирду атрофашон чӣ мегузарад ва онҳо он чизе ки ҳукумат барояшон медиҳад ба он равиш мераванд ва тамоми роҳҳое ки мардум битавонад ин тараф ва он тарафро нигаҳ кунад, битавонад ахборҳои алтернативиро нигаҳ ва муқоиса кунад, ва ин вуҷуд надорад. ва ин яке аз сабабҳои ҳаст ки дастрасӣ надоштан ба ахбори озод ба сатҳу фаҳмиш ва мардуми Тоҷикистон таъсири сахт расондааст ва қудрати таҳлили онҳоро то як андозаи поён ва онҳоро дар як торикӣ нигаҳ доштагӣ аст. ва ин яке аз бузургтарин фоҷиа барои як миллат аст ки миллат надорад. ҳоло бубинед, ман ҳаминҷа гапатонро мебурам. нигоҳ кунед, ҳаминро давом метиҳед. нигоҳ кунед, ба ҳамин дилсӯзӣ гап заданҳо дар ҳар як миллати дигар мебуд, кайҳо ӯ миллат бедор мешуд. бубинед, он қадаре ки
مخالفین تاجیک در رسانه ها در شبکه های اجتماعی برآمد میکنند، با فکت با دلیل اثبات میکنند که مالکیت دولتی به یغما رفته ایستاده است. این رژیم روز به روز ساعت به ساعت دزدیش بزرگ شده ایستاده است. هر یکتش را به فکت به دلیل به همین جانسوزی ها گپ میزنند، لیکن ملت پروا ندارد. اگر همین گونه جانسوزی ها در هر یک ملت دیگر می بود، کی ها ملت میخیست. ببینید در همین دور نمیرویم، در همین کشور همسایه قرقیزستان میخیزد مردم ضدی رئیس کمیته امنیتی دولتی، میخیزد میگوید که تو کاری خطا کرده ایستادی، استعفایش رو طلب میکند و به استعفا رفتنش رو هم جدی طلب میکنند، به استعفا هم میرود. اما در ما باشد چی حتی با سوز گداز گپ زدن ها، با فکت دلیل گپ زدن ها، هیچ یگان ملت پروا نمیکند. ببینید ملت وقتی که ملت و مردم وقتی که سطح دانششان بسیار پایان آورده چی فکر میکنیم ما از قرقیزها سطح دانشمون پست است؟ ببینید من فکر میکنم اون چیزی که من این خیلی فکر نمیکنم. نه من اون چیزی که امروز مشاهده میکنم و جوانهای امروز رو میبینم، وقتی که میبینم که یک دانشمندی ما صحبت میکنه در وسایل اخبار عامه برای آینده کشور بسیار یک صحبت های منطقی و درست انجام میدهد، برای آینده کشور، برای آینده هر یک شهروند میکند، یک صحبتی وطن دوستانه میکند در وسایل اخبار عامه، در یوتیوب، در دیگر جا. اما ببینید تماشابین اون به یک سطحی نمیدونم 10,000 20,000 وقتی که یک نمیدونم قدم قربان آواز خر را میکند، آواز اسب را میکند، ببینید میلیون انسان ها تماشا میکنند. یعنی اگر که ما از دو مقایسه نگاه کنیم، تماشابین آواز خر، اسب و نمیدونم یک چیز دیگر بالاتر از یک صحبت دانشمند، یک عالم است. یعنی سطح فهمیش و دانش مردم را رحمان در مدت 30 سال با این حکومت ظالمانه‌اش تا آواز خر و سگ آورده رسان که آنها آواز یک خر، نمیدونم آواز یک اسب را بالاتر از یک صحبت دانشمند میبینند. این فاجعه بزرگ است و وقتی که آنها درک نمیکنن که این هیچ معنا ندارد، آنها درک نمیکنن که از این هیچ بهره و هیچ غذای معنوی نمیگیرن، ولی باز هم به این گوش میکنن، این نشانه است که سطح دانش مردم و فهمیش مردم خیلی پایان است. و از این لحاظ اگر ما نگاه کنیم، مردم از کجا قدرت تحلیل پیدا میکند که میگوید که رحمانوف خطا کرده است یا خطا نکرده است، رحمانوف جنایت صادر کرده است یا جنایت صادر نکرده است. اگر که مردم باسواد میشدن، سوال میگذاشتن چرا باید حقوقای من پایمال شود؟ چرا باید من این حقوق نداشته باشم؟ چرا این پلیس نسبت من این خیلی رفتار میکند؟ چرا این حکومت به من جای کار تامین نمیکند؟ یعنی حکومت، یعنی در بین مردمی باسواد سوالها پیدا میشه. چرا در بین مردمی قرقیز سوالها به وجود میآید؟ به آن خاطری که مردمی قرقیز الکی در تجربه خودشان توانستند این رو بیدار کرد. حقوق خودشان، من نمیگم که مردم قرقیز بالاتر و باسوادتر، اما آزادی اخبارهای الटरनेटिव همجا از مردم تاجیک گفتید که تو حدی مثلا گریم آواز خر کردن و اسب کردن به مردم تا این حد فرمودن به آن مخلص شدن از اینکه یک گفتاری عالم رو دانشمند رو گوش کنند. یعنی از مردم طلب دارید که همچون یک سیاستمدار، همچون یک رهبر یک جنبش سیاسی، یعنی باید امروز سطح دانش مردم بالا برداشته شود برای البته بله این رو من تصدیق همین رو میخواستم. حالا من میپرسم که خودی شرافالدین گدایف برای از امروزش از دیروز بهتر بودن سطح دانش امروز چه کارهایی انجام میدهد؟ حالا من میخواستم برگردم در همین سوال مسئله شما جواب بدم، بعد به این سوال برمیگردم. ببینید مسئله وقتی که ما میگیم شهروندان ما قدرتی تحلیل ندارن، شهروندان قرقیز قدرتی تحلیل دارن، ما یک مسئله رو در قرقیزستان تا اندازه وسایل اخباری عامه آزاد است. بعضی مسئله های سیاسی و حقوقی آنها میتوانند، یعنی در آنجا جامعه شهروندی شکل میگیرد.
در آنجا مردم احساس همون وطن دوستی و وطن پرستی و همونشون قوی تر می شود. اما با شعار دادن، اما با حرف دروغ گفتن، با شعارهای دروغ گفتن هیچ چیز پیش نمیره و محدود کردن وسایل اخباری عامه این فاجعه برای نابود شدن تاجیکستان، از بین رفتن تاجیکستان این تهدید میکنند. به خاطری که مردم را در تاریکی، به خاطر 7 دختر و 2 پسر و چندین تلیشکه خیش تبارت ملت را، یک کشور را به تاریکی بودن، به نابودی بودن، این خیانت بزرگ است. یعنی درست است. من با شما موافقم. من به سوال شما برمیگردم. بله. من کتاب میخونم، بعضی تاریخ دیگر کشورها رو میخونم، بعضی مسائل های حقوقی سیاسی و بعضی مسائل های دیپلماتی رو در جهان مطالعه میکنم که آنها در تاریخ چگونه گذشتن. به این خاطر من تلاش میکنم که سطح آن جهان بینی که حالا دارم آن رو وسیع‌تر کنم، با بنگرم به تاریخ، در تاریخ چی بود و حالا چگونه رفته ایستاده است جریان سیاسی و اقتصادی در جهان و در جهان امروز و در جهان سالهای 41 و 45 چگونه بود. یعنی این مقایسه ها، تحلیل ها امکانیت میدهد که شهروند یک کمی فکر و اندیشه هایش رو وسیع‌تر کند. البته هر انسان همیشه در تلاش است که یک چیز نو پیدا کنه. آیا همین کارهایی که شما برای پیشرفت خود و برای وسیع کردن مدار سیاسی و عموما مدار علمی خود کرده ایستاده اید، فکر میکنید ملت باید همین کار رو کند؟ ملت حداقل اون چیزی که امروز اگر که بسیاری ها مشاهده کنند دیگر قدرت تحلیلی در کار نیست. قدرت تحلیل کردن یک مسئله رو دیدن در کار نیست. با عقل ترازو برکشیدن لازم. چشم سر تمام جنایت ها رو آشکار می‌بیند. رحمانوف و بنده آن، گروه جنایتی آن تمام جنایت ها رو آشکار و روشن و روشاد در پیش چشم مردم صادر کرده ایستاده. مردم اگر، من برای چی میگم که مردم باید دانشمند، در ملت 2 چیز ضرور است. یکی این دانشمند بودن مردمش، دوم صحتمند بودن مردمش، سلامتی و دانش. هر وقتی که ملت دانشمند میشود هیچ وقت غرورش اجازت نمیدهد که یک گروه جنایتکار نسبتش چنین محاسبت کنند، چنین بدرفتاری کنند. وقتی که ملت غرورش میشکند، مردم بیسواد میشود، این چیزی در اون نمیماند، به مثل یک نمیدونم گوسفند میشود که از قفای هر بزغاله میرود. به این خاطر است که امروز وقتی مردم سواد و دانش ندارند آنها نمیتوانند دوربین باشند. آنها اگر که همین روز ببینند که رحمانوف چی جنایت صادر کرده، اگر کمی غرور داشته باشند، کمی ننگ و ناموس باید در این ملت پیدا شود و این ملت دیگر اجازه ندهد به این تجاوز است، این بی‌حرمتی است، این نمیدونم، این رحمانوف تمامی مرزها رو شکست، تمامی مرزهایی که نما که در غرور ملت، در ناموس ملت دست بزنند، در ایزار زنها دست نمیدون، در رومال زنها دست، در اگر از لحاظ دینی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، در همه جا نگاه کنیم این جنایت است نسبت ملت در. بسیار خوب. برمیگردیم به فعالیت پیمان ملی تاجیکستان. من چند سوال‌های تنقیدی از تماشابینانم میگیرم و در اونجا تماشابینان میپرسند که همین پیمان ملی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، جنبش آزاداندیشان و اساتید مهاجران آسیای مرکزی، در همینجا بسیاری از تماشابینان ما میگویند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسیار کوشش کرد که یک ائتلاف بسازد با بسیار از جنبش ها، حرکت ها، از جمله مثلا گروه 24 مراجعت کرد و آنها را اطراف خود جمع کرده نتوانست. بعد از آن
نه اینکه با احزاب دیگر بلکه خودش ساخت با هماندیشه های خود مثل شراف‌الدین گدایف یک حزب کیسگی ساخت، مثلا یک جنبش کیسگی ساخت، جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، باز یک اسوسیاسیون دیگری کیسگی ساخت، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی و یکی دیگر جنبش آزاداندیشان و با همین یک ائتلاف ساخت. و امروز بیشتر خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست، نامش کم گرفته می شود و فعالیتش رو بیشتر بالای همین پیمان ملی تاجیکستان واگذار کرده است. تا چه اندازه شما فکر میکنید همین فکر نادرست است؟ ببینید، من فکر میکنم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ نیازی برای نمیدارم پوشش دادن حزب خودش نیست، چون یک حزب با اعتبار در جامعه جهانی و در جامعه تاجیکستان است، گرچه که حکومت تاجیکستان تلاش میکند که این رو حزب را همچنین یک حزب تروریستی اکستریمیستی نشان دهد، ولی هیچ ضرورت ندارد تا امروز که برای پوشش دادن. نه، البته ائتلاف در اساس ایده هایی که ما داشتیم و گروهی ما داشت و طرفدارانی ما داشتن و طرفداران جنبش آزاداندیشان و دیگر اشخاص و افرادی که در اطراف ما بودند، آنها ما را به یک ضرورتی یک ائتلاف وجود داشت. ضرورت ائتلاف به آن خاطر وجود داشت که ما توانیم برنامه های خودمون را در قوه های خودمون را مستجم کنیم و در اطراف یک گروه و یک گروهی کاری تشکیل کنیم و در اطراف این فعالیت های خودمون بیشتر بریم، چون فعالیت دست جمعی همیشه ثمره بیشتر میدهد و وحدت این مشت از انگشت ها می آید و زوری مشت از وحدت این انگشت ها می آید. به این خاطر من میتوانم تنها مبارزه برم، شما میتوانید، دیگران میتوانند تنها مبارزه برن، اما وقتی که شما در یک ائتلاف وارد میشوید و یک برنامه میسازید و برای این برنامه فکر و عقیده و ایده های دیگر را میگیرید و شما یک گروه کاری میشوید، یعنی شما یک اپوزیسیون به طریق سیستم میشوید، چون در مقابل شما یک سیستم جنایتکار وجود دارد. شما باید یک سیستمی بسازید که در مقابل این سیستم مبارزه برید. به این خاطر است که ما این سیستم رو و این سیستم اپوزیسیونی رو ساختیم و پیمان ملی تاجیکستان در فعالیت خودش موفق است. ما فعالیت کرده ایستادیم، کارهای خوبی را در یک جایگاه انجام دادیم و از این کار راضی هستیم. ما هیچ وقت نگفتیم که مشکلات می شود، همدیگر نفهمی وجود دارد و پیدا می شود، اما این نمی شود صدی را. به خاطر چی؟ به خاطر که هدفی که ما گذاشتگی هستیم، هدفی ما بزرگتر از همه، نمیفهم بعضی نافهمایی ها بعضی چیزا هستند. چرا؟ چون این هدف آزاد کننده 10 میلیون شهروند تاجیکستان است. من نمیتوانم به خاطری نمیدونم کدام غروری شخصی خودم، به خاطری نمیدونم کدام نفر برای من چیا گفته است، کدام نه کدام چیا گفته است، این در اینجا هست باید من نباشم. این چیز شخصی من، این در جای خودش، اما هدفهای مشترک ما بزرگتر از این است که به خاطر 10 میلیون تقدیر تاجیکستان، به خاطر بودن تاجیکستان، به خاطر آینده تاجیکستان، پایداری تاجیکستان، این چیزای شخصی رو یک طرف می‌گذاریم اما مبارزه رو می‌بریم. من فکر می‌کنم که همیشه مبارزه دست جمعانه موفق بوده است و موفق خواهد بود و آن وقتی که ملت و مردم پیروز می‌شود، آن وقت وحدت هست بین انسان ها. رحمانوف تمام کارها را میکند، تمام کارها را انجام میدهد، پول پیشنهاد میکند، نمیدونم مرا دزدیده برد، به خاطر چی؟ به خاطر این وحدت را بشکنند. ببینید باشه، وحدت را بشکنند، یعنی یک کس را پول میدهد به تاجیکستان دعوت میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر دوست می‌دارد اونها؟ نه، به خاطر میخواد وحدت رو بشکنه. در بین تاجیک مردم وحدت نباشد. تنظیم را به خاطر چی میگذارد؟ به خاطر که وحدت نباشد بین مردم. زاده روزانه چی میکنند؟ میگه چند نفر نشینن وحدت نداشته باشد، یعنی مهر و محبت نباشد بین مردم. یعنی هر قدری که
هر قدر بیشتر مردم یکدیگرش رو نبیند. بله هر قدری که من و شما از همدیگر دوست همین مهاجرت بس نه که مردم از هم یکدیگرش مثلا جدا باشد، زنده یتیم و زنده جدا باشد، همین قدرش بس نیست این کلفت که باز اینم کم است برای رحم، برای یک انسان ترسو، برای یک انسان جنایتکار، برای یک رژیمی که غیر از قدرت، غیر از نمیدونم منفعت شخصی خودش انا همین دیگر چیزی رو نمیبیند. البته این کم است و دیگر چیزی که ببینید انا همین من و شما اگر از هم دیگر دور باشیم این به منفعت نظام است، به منفعت این ترس است. هر قدری که ما و شما ده ها برادران ما و شما با هم نزدیک شود و این صمیمیت و این محبت، این باوری بین ما و شما به وجود بیاید، باور کنید همون قدر نظام شکست میخورد. ما نه بلکه در این روز در شکست رژیم موفق میشیم، در ساختار آینده تاجیکستان، در بنیاد تاجیکستان نو، در بنیاد تاجیکستان پیشرفت آزاد و دموکراتی ما در اینجا موفق میشیم. حالا ببینید ما بسیار این رشته موفقیت وحدت رو ما من به یک چیز اشاره میکنم، نگاه کنید. با وجود بیارید. تشکر. نگاه کنید. امروز در یک مراسم بودیم، شما خودتون هم در آنجا حضور داشتید. من نشست یک عده فعالان سیاسی را مشاهده کردم. اطراف یک میز تقریبا 20 نفر فعالان سیاسی، اگر خطا نکنم شاید کمتر باشد، 15 نفر باشد، نشسته بودند. همین نفران فعالان سیاسی بودند از احزاب گوناگون، نمایندگان فعال احزاب گوناگون. در سیاست نمیخواهند با هم باشند، لیکن بیرون از سیاست دوست برادری همدیگر هستند. اینجا من حیران میشوم. ببینید ما هممون میگوییم که اتحاد یکی از راههای رسیدن به هدف، راههای غلبه عدالت است بر ضد ظالم. همه این رو میگوییم و برادرانه میتونیم صحبت کنیم، در سر دسترخوان بنشینیم، با محبت گپ زنیم، اما در سیاست نمیتونیم با هم بیاییم. سببش چی است؟ دو مسئله است. یکی ناآمدن با هم دیگر در سیاست، یعنی رفتن از سیاست یا نبودن، اشتراک نکردن در سیاست. این دو مسئله است. بعضی مسئله هایی هستند که این البته ربط دارد به اون افرادی که علاقه امیدی خود را گم کرده. نه من این رو در نظر ندارم. همونی که در حاشیه همون یعنی در مبارزه در بیرون همگان نشسته بودین. نمایندگان فعال گروهی 24 هم نشسته بودند، نمایندگان نهضت و چند نفر نشسته بودین، قریب 10-15 نفر که علاقه آشکارا اعلان کردین در سیاست با هم نیستین، اما دوستانه رفیقانه سیاست رو بررسی میکنید. مثلا درباره سیاست ها، سیاستی تاجیکستان من گپ میزنید، لیکن فقط همون در سر میز میموند، در عموم باشد. نمیخواهید که با هم بیایید. چرا؟ ببینید ما نمیخواهیم، این مسئله نادرست است. ما همیشه میخواهیم. یعنی میخواهید؟ ما همیشه میخواهیم. ما خواستاری همه گونه. من از روزی خودم یاد دارم در سیاست من هیچگاه اتحاد را رد نکردم. من هیچ سخنی از خود دور کردن رو نداشتم. من همیشه تلاشی من برای این بود که هر برادر باید که ما با هم برادر باشیم. ما با نابسته که من چی نظر دارم و چی نقطه نظر دارم و کدام گروه راهبری میکنم، کدام گروه را پیش میبرم، کدام ایده را، اما اینجا یک ایده است، ایده ملی، ایده رسیدن به آزادی، آزاد کردن ملت. وقتی که من اینها رو بالا میمونم، دیگر این گروه و نمیدونم کدام منفعت های شخصی و اینها همش پاش میخورد پیش من. یعنی بزرگتر هدف رو بزرگتر دیدن در کار. یعنی گروه ها، جنبش ها و احزاب سیاسی باید به این حد به این فهمش رفته رسند که پرینسیپ های گروهی و پرینسیپ های حزبی شخصی، امبیتسه های شخصی باید یک سو گذاشته شود و عموما منفعت ملی بالا گذاشته شود. هر وقتا که به این فهمش همگان رسیدند، حتما اتحاد سیاسی نیست به میان میاد. مشکل حل میشه. مشکل من فکر میکنم در اینجا است، یکی
اگر که ما به اینجا به این نقطه برسیم که خب در ترازو بگذاریم، خب چی مشکل دارم من؟ خب یک کس گپی سخت گفت، این مشکل شخصی من. یک کس یک فکری غلط دارد نسبت من، این شخصی من. چی فکر دارد غیر از این چند تا چیزایی که به من پسند نیست؟ خب چند تا پسند دارد. یک تا دارد آزادی تاجیکستان. خب این ایده بزرگ، این ایده بزرگی از همه. تاجیکستان همش دولتی آزاد دموکراتی و بنیاد و نظام را از بین بردن. یک نظام دموکراتی با وجود این ایده رو میبیند. این ایده بزرگتر، این ایده چیزی نیست، چیزی نمیدید. این چیزی نمیدید. این ایده تنها ما را از راه میماند. بیاد من این ایده رو، من بالا این ایده قطعی این حساب میکنم. این ایده هاش میگم با خودش، ولی این ایده هاش میبینم بزرگ است. شما را رفتید یک کوه، خب یک کوه بزرگ است، شما در پیش این کوه بزرگ است هستید، میخواهید از این کوه بزرگ بالای آن نبرآمده او یک کوه خردک رو در پشت این کوه ببینید. این غیر منطقی است. هر کسی که با این فکر اندیشه میکند باید که هدفهای بزرگ را، مسئله های بزرگ را از این هدفهای میده گذاشتن، هدفهای بزرگ را، هدفهای ملی را در مد اول گذاشتن. در آنجا موفقیت می شود. در همه حالات، چی در حکومت باشید، چی در اپوزیسیا باشید، هر جایی که باشید همیشه باید نگاه کنید. اگر شما فردا آمدید پرزیدنت شدید، نمیدونم هر کسی که شدید، آمدید وقتی که برای شما یک برنامه پیشنهاد کردن، وقتی که شما دیدید که این برنامه در ترازو برداشتید، باید هر یک چیز در ترازو برداشته شود که کدام این به منفعت ملت بیشتر است. از این کار به کی بیشتر، به ملت بیشتر فایده میرسد. حتی اگر ببینید که برنامه مخالف شما قوی‌تر است، شما مخالف خودتان را برای بنیاد تاجیکستان، برای این ایده ها در صف حکومتتان دعوت کنید. بعد در آنجا وحدت ملی به وجود میاد. در آنجا مردم به شما اعتماد میکند، باور میکند، مردم خودش میسازد. هر وقتی که مردم به حکومت باور کرد، به آینده خودش باور کرد، در اون وقت کشور پیش میرود. به این خاطر است که من همیشه دعوت کردم و دعوت میکنم که باید نوبسته از کدام گروه، حزب و حرکت ها، ما باید یک همدیگر روابط های انسانی و با همدیگر باور داشته باشیم. تاریخ میخونم، گفتید من بسیار خرسند شدم. هم در تاریخ اسلام هست که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که تا زمانی که حضرت عمر هدایت نیافته بودند، به اسلام نگرویده بودند، حضرت پیامبر دعا میکردند که دایم کاش همین عمر به اسلام میگروید، چون یک پهلوان بود به اسلام میگروید. حالا شرف الدین گدایف کیها را همین خیلی گفته دعا میکند که یا که آرزو میکند که و میخواهد که همین کاش همین نفر در بین مخالفین میبود، کاش همین نفر در جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان میبود. کیها را میتوانید ذکر کنید؟ من ببینید، من هیچ وقت نمیگم که کیها باید آرزو میکردم باشد. من میخواهم که آرزوی من این است که همه شهروندان تاجیکستان به درک برسند که این حکومت، این نظام برای آنها، برای خانواده آنها، برای فرزندان آنها یک فاجعه است. من از همه مردم میخواهم که در پهلوی مخالفین باشند. از نمیدونم یک معلم، از یک دهقان، از یک مهندس، از یک مهاجر، از هر یک شهروند تاجیکستان میخواهم که آنها در پهلوی ملت باشند و مردم باشند و از حق خودشان دفاع کنند. من تمام ملت رو میبینم. البته دانشمندهایی که امروز روشنفکرها هستند، آنها بسیار خوب میشد که بعضی‌هاش خاموشی رو اختیار کردن، بعضی‌هاش باز هم دیده و دانسته به خاطر یک منفعت شخصی خودشان حمایت از این نظام میکنند، از این رژیم میکنند. من میخواستم که آنها اصلاح شوند، آنها بیان در پهلوی اپوزیسیا باشند و در پهلوی نمیدونم مردم باشند، حداقل موقع خودشان را در مقابل این نظام گفته توان، حداقل نباشند، حداقل توانمندی، حداقل من میخواهم این مردم
дар паҳлӯи мо набошад, ҳадиақал худашон тавонанд эътироз кунанд, суол гузоштанд. ҳадиақал ҳаминро дошта бошанд, ман аз ин хурсанд мешавам. Ман дуо мекунам ҳамеша ки худованд ба миллати мо ҷуръат медиҳад. дуои ман ҳамин аст. Ман дуои умумӣ дорам, мегӯям худованд ба ҳамин миллати мо ҷуръат медиҳад. Дигар вақте ҷуръати ин миллат пайдо шуд, ман дигар масъалаҳо пурра аз байн мераванд. коршиноси масоили сиёсӣ ва низомии Осиёи Марказӣ, коршиноси рус Андрей Сиренко ба наздикӣ дар канали телеграмияш гуфт ки дар Тоҷикистон як ҷиноҳи низомӣ таъсис меёбад ё аллакай таъсис ёфтааст. шумо ба ин то чӣ ҳад бовар доред? бубинед, ҳоло дар фикри чунин як таъсиси ҷинои низомӣ дар дохили Тоҷикистон ҳастанд. Албатта ин заминаҳо барои таъсиси як ҷинои низомӣ вуҷуд дорад, як гурӯҳи низомӣ, ба хотири оне ки بیشتری مردم شما همچین سیاستمدار بیشتری مردم از کدام کارشناس نظامی در همین باره با کدام کارشناس نظامی در همین باره صحبت کردید؟ یک دقیقه. یعنی زمینه‌های به وجود آمدن ان همین گروه با تحلیل‌های ما، با نشانه‌های ما، با صحبت‌های ما این وجود دارد. یعنی در همین باره آیا جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان یا پیمان ملی تاجیکستان با کارشناسان نظامی مثلا گریم با کسانی که شرایط تاجیکستان را میفهمند میدانند متخصص هستند تحلیلگران آیا یگان نشست برپا کرده است هرچند نشستی ویرتوالی باشد یگان ببینید ما تحقیق کرده است این گفته سرینگ ما یک مانیتورینگ میگذارونیم هر 2 ماه ما یک مانیتورینگ میگذارونیم و وضع اقتصادی و اجتماعی سیاسی همه اینها را بررسی میکنیم البته در قطار آنها وضع امنیتی تاجیکستان نیز بررسی کرده میشود البته ما در وضع امنیتی نگاه میکنیم این مسئله نیست که در قطار دیگر مسئله ها دیده شود این مسئله هست که باید جداگانه جدی دیده شود که آیا درست است بله این ما غیر از این گفته ایستادم که ما مسئله امنیتی رو نیز بررسی میکنیم و در اینجا البته ما مشاهده میکنیم از خواهش و رفتار و بعضی مسئله های دیگری که اخبارات هایی که در این خصوص ما میگیریم و در اساس همه اخبارات ها ما به تایید های میرسیم که یعنی زمینه ای به وجود آمدن این گروه در تاجیکستان وجود دارد یعنی تمام شرایط را نظامی جنایتکار به وجود آورده است من فکر میکنم که این یک روند طبیعی است واقعا این مسئله ها وجود دارد و در آینده شاید ما شاهد این شویم ولی همچون پیمان ملی تاجیکستان و در این رابطه هیچ صحبتی ندارد که هیچ برنامه هم ندارد که در آینده یک گروهی نظامی بسازد جانبداری میکنه حالا ما به این نرسیدیم و ببینید با این مسئله فرض کردیم یک جناح نظامی در تاجیکستان تأسیس شد پیمان ملی تاجیکستان حالا خیر به هر حال شما یقین بگذار پیمان ملی تاجیکستان نه شما از نام اصلاحات جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان گپ زنید در تاجیکستان یک جناح نظامی تشکیل شد از بودن خودش درک داد گفت که ما اینجا رو میزنیم رژیم رو میزنیم یعنی مبارزه مسلحانه میکنیم جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان محکوم میکند یا جانبداری میکند ببینید یک مسئله است پیش از اون که ما هیچ وقت پیمان ملی تاجیکستان حالا با این نقطه نظر نرسیده است جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان شاید در آینده اگر با چنین موضوع به وجود بیاید شاید در اساس اون جلسه و مجلس ها شاید به یک خلاصه برسد و این رو رسما از جانب پیمان ملی تاجیکستان یعنی حالا جناح نظامی مخالفین در تاجیکستان تشکیل نشده است تا تشکیل شده نش به این مسئله حالا ما بر نمیگردیم شاید این یک چیز باشد که بله ما فقط یک همین وقتی که ما مسئله ها رو جدی بررسی میکنیم ما وقتی که مسئله تا یک زمینه های جدی آنها رو میبینیم بعدا در این موارد ها ما علاقه صحبت میکنیم حالا این مسئله نیست اگر که در آینده رفت و برای حمایت خودشان مردم به خاطر رسیدن به آزادی و برقرار کردن حاکمیت قانونی برقرار کردن حکومت قانونی در تاجیکستان و مبارزه بر گروه متشکل جنایی با سرکرده امام علی رحمانوف اگر مردم و ملت
مبارزه برد برای حمایت خودش یراق بگیرد، من فکر میکنم این قانونی است. به خاطر که یعنی اینکه جناح نظامی مخالفینی که در تاجیکستان احتمال دارد به گفته این کارشناس تشکیل می شود، این جناح نظامی جهادی نیست، بلکه این به خاطر برقرار کردن حاکمیت قانونی و حاکمیت کنستانی و برای تشکیل دادن حکومت با اراده مردم. یعنی حالا اگر ما نظام تاجیکستان رو بگیریم، نظام تاجیکستان حاکمیت غیر قانونی و تصرف شده از جانب یک گروه با راه زورآوری است. جناح نظامی گفتیم، نظامی یعنی سلاح به دست گرفتن. سلاح برای چی؟ برای مثلا برای حمایت در مقابل سلاحی تو نفران میستن، مثلا خونشون ریخته میشود. برای حمایتی اگر که رفت و از جانب نظام این جنایت و از جانب این گروهی متشکل جنایی با سرکرده امام علی رحمانوف این جنایت صادر شود، چون امام علی رحمانوف با تانک و توپ بیگانگان به خاک تاجیکستان تجاوز کرد و دوشنبه را با تانک و توپ بیگانگان غصب کرد و حاکمیت تاجیکستان را به دست گرفت و تا امروز با قتل و کشتار دولت را اداره میکند. تنها در 5 سال 157,000 با اعتراف خود امام علی رحمانوف کشتگی است. با اعتراف خودش. کی اعتراف کرد؟ در برنامه نمیدونم 7 سال پیش 8 سال پیش در یک برنامه‌اش اعتراف کرد که 157,000. من کشتم نگفت، کشته شده ان گفت. کشته کی کشت؟ تانک توپی بیگانگان، بمباردهای سمالیات‌های بیگانگان، با ارتشی بیگانگان کی وارد شد؟ من وارد شدم، تو وارد شدی. رحمانو وارد شد. چه کردن مخالفین؟ یعنی توش خود را داشته ایستادن ملت، یعنی با تجاوز تانک توپی دیگران وارد تاجیکستان شده با اسکران کشورهای بیگانه. یعنی این تجاوز، این خیانت بزرگ است. یعنی حاکمیت رحمانوف، حکومت رحمانوف یک حکومت غیر قانونی است. یعنی جناح نظامی بر ضد جنایتکاران، یک گروه جنایتکاری متشکل که غصب مذهبدار نه، یک گروه جنایتکاری متشکل که غصب حاکمیت را گرفته است، تمام قدرت را، نه همه مذهبداران، تمام قدرت را به خاطر خانوادهش استفاده میبرد و این گروهی که سلاح به دست میگیرند در آینده شاید گیرند برای حمایت خودشان این استفاده کنند. بسیار خوب. من اینجا یک چیز گفتنی هستم. وقتی که به جنگل آتش میافتد، تر خشک برابر میسوزد. بله، اونجا در این درخت تر است نسوزد نمیگوید، تر خشک برابر میسوزد. در تاجیکستان وقتی که جنگ شد، ما این رو الکی در بدن خود احساس کردیم که چی پیامدها دارد جنگ شهروندی. ببینید پیامدی بدی جنگ شهروندی چی است. حالا جناح نظامی تشکیل می شود، بله تشکیل شد. برای حفظ خود، حفظ قدرت خود، حفظ مبارزه، نه حالا صبر کنید. برای حفظ خود، حفظ قدرت خود، امام علی رحمان میتواند به سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی مراجعت کند، مثل قزاقستان، تجربه قزاقستان. و وقتی که سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی از کشورهای غیر خارج از تاجیکستان، همون همپیمان ها وارد تاجیکستان میشوند برای کمک به امام علی رحمان، به حکومت، طبق شرطنامه اشون، همونی که در قزاقستان کردن. در آنجا یک شخص خارجی، یک افسر خارجی فکر نمی کند که فلانی خویشاوند شرف الدین گدایف است یا فلانی خویشاوند امام علی رحمانوف است. شاید چقدر از پیوندان امام علی رحمانوف هم کشته شوند، چقدر از پیوندان شرف الدین گدایف یا پیوندان من هم کشته شوند. برای آنها فرق ندارد او وقتی کشتنش آمد یا که وقتی برطرف کردنش آمد فکر نمی کند این چیز را. او بیگناه است برای من شما، بیگناه را فریاد کردیم. آیا نمی اندیشید که پیامدهای این خیلی گران می افتد؟ با از اون زمان جنگ شهروندی باز بدتر خواهد شد. ببینید
وقتی که ما در مورد قزاقستان و تاجیکستان را مقایسه میکنیم این دو چیزی گوناگون هستند. در قزاقستان به خاطر از بین بردن رژیم نظربایف میدونیم که رهبریت روسیه تلاش کرد که نظام لختکی دیگر را حمایت کند و در پهلو این میسد و منفعت های خودش را طریق این حمایت کند. در قزاقستان این گرچه لختکان بود، در قزاقستان شاید که اون یک موقع و یک جایگاه خودش را پیدا کرده میتونست و میتونست تا یک اندازه مردم را آرام نگه دارد. ولی در تاجیکستان رحمانوف خانوادهش، فرزندش هیچ پایگاه اجتماعی ندارد و هر کشوری که و مثل روسیه و هر کشورهای عضو اسپا وارد تاجیکستان شوند، آنها میدانند که خودشان را با یک آتش میپرتایند و آینده خودشان آن را راههای دیگر را جستجو میکنند تا اینکه این آتش به دامن دیگر کشورها نیفتد. و ما میدونیم همسایه کشوری ما افغانستان است و تلاش میکنند که این مسئله رحمانوف را آرام کنند و از کشور بیرون کنند. مثل قرقیزستان چندین مراتب پرزیدنت های این کشور را بیرون کردند یا در دلهای دیگر کشورها که این مسئله ها صورت گرفت، آنها توانستند پرزیدنت این کشور را با متقاعد سازند که باید که برای اگر نه برای محو میشوی. یعنی من فکر میکنم که قدرت های دیگر در اطراف رحمان نمیستد، چون سیاست یک چیزی هست که تا آن وقتی که اداره داری وظیفه اداره کرده میتونی، شاید در پهلویت هستن وقتی که میبینن که تو دیگر نمیتونی اداره کشور را در دست داشته باشی، تو نمیتونی با راه زور، حتی با راه زوری آنها قدرت را اداره کنی، در آن صورت آنها دست میکشند تو و راههای الटरनेटिव्ی را جستجو میکنند و کوشش میکنند که از مابین اون گروه مخالفین یک نفری را پیدا کنند که تواند با خواهش های آنها یا اینکه با آن منفعت های آنها جوابگو باشه. البته در این جای آنها تلاش میکنند که روابط خودشان را علاقه با رحمانوف نه با کشور با حکومت آینده هر چیز زودتر در این روند برقرار کنند که مشکل ساز نشود. و در شرایط امروز که حالا مشکلات روسیه و اوکراین به وجود آمدگی است و فرصت خوب هم برای ملت مردم تاجیکستان است که بتونن از این فرصت استفاده برن، چون هیچ کشورها آماده نیستن که به رحمانوف کمک کنند و رحمانوف یک چیزی پوسیده است و برقرار کردن رحمانوف امکان ناپذیر است و ایستاده است که در جایش. ببینید حالا ایستاده است، وقتی که شمال شد حتما چپا میشد، چون این درخت پوسیده است. یعنی فکر باید شمال شود. هر وقتی که شمال شد این درخت پوسیده مطمئن باشد که چپا می شود. این درخت ریشه ندارد، این درخت از بین رفت. فکر میکنم بسیار ریشهش مستحکم است. ببینید اون چیزی که ریشه مستحکم در مسائل های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که مردم راضی باشند، مردم زندگی خوب داشته باشند، نمیدونم ده ها مشکلات های مردم حل شدگی باشد، مردم دیگر آرام زندگی داشته باشند، در اون دوره ما میگیم. ولی یک وقتی که مردم تاجیک یک دفعه خیست، اون دیگر شناخته نمیشود، اون دیگر تنها چپا شدن رژیم آرام میکنند. یعنی هر مظلومی که وقتی شما مظلوم رو ظلم میکنید، وقتی که مظلوم خیست با قهر و غضبش میخیزد بالای تو، وقتی مظلوم بالای تو حمله کرد با قهر و غضبش میخیزد. به این خاطر است که من باور دارم که در شرایط کنونی، در شرایط امروزه یک فرصت خوب برای تغییر حاکمیت است و ملت تاجیک باید این فرصت را از دست ندهد. طالبان به تاجیکستان هجوم میکند؟ نه. چرا؟ پشتیبانی طالبان به ما معلوم است که کدام کشورها هستند و کدام کشورها؟ من حالا نمیگم، معلوم است به ما که کدام کشورها هستند و اون کشورها نمیخوان که در تاجیکستان ناآرامی باشد. یک کشوری به همه معلوم. همسایه کشوری ما، یک کشوری که در بالای ما نفوذ دارد. این دو کشور با همدیگر نمیخوان که در تاجیکستان یک مناقشه های به وجود بیاید. برای خاطر سرپرستی آنها حالا در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی سرپرست طالبان آنها هستند. آنها نمیخواهند که طالبان نمیخواهند که با این سرپرستانشان
дар خودشان در حالت متشنج. بله. حالا یگانه کشورهای هستند که همین دو کشور هستند که از وجود طالبان حمایت میکنند، دیگر کشورها نه. به این خاطر این آنها نمیخواهند که در این منطقه یک خب بگوید آشکار روسیه چی میشه؟ حالا ببینید هر یک چیز وقت و ساعت خودش را دارد. طالبان هیچگاه به تاجیکستان یک سوال میتونم. در اوکراین جنگ رفته شده است. روسیه به اوکراین هجوم کرده است و گفته است که این یک چی است؟ مبارزه مقابل این ملتگرایی. بله. عملیات حربی. نه این جنگ نیست بلکه یک عملیات حربی است. حالا کوتاه چون وقتی ما هم به اتمام رسیده شده است کوتاه میپرسم شما در همین جنگ جانبدار اوکراین هستید یا روسیه؟ ببینید در اینجا 100% تجاوز از جانب روسیه صورت گرفتگی است، چون سال 2014 از جانب روسیه منطقه قریم تصرف کرده شد و گروه های جاسوسی روسیه در دونیتسک و دیگر جا ناآرامی را به وجود آوردند و این نزاع‌ها را به وجود آوردند و به خاطر نگاه داشتن منفعت‌های خودشون در اوکراین و وضع را در اوکراین ناآرام ساختند و زیر تلاش های آنها زیر اداره خود در آوردن اوکراین بود. البته این تلاش ها که ناموفق بودند، در اگر در قریم موفق بود در دونیتسک ناموفق شدند و در اینجا البته مشکلات به وجود آمد. من فکر میکنم که این یک تجاوز بالای اوکراین است و تمامی سندها و قانونهای بین‌المللی را روسیه پایمال کرد و از راههای زوری استفاده کرد بالای اوکراین. من یک چیز پرسنی هستم. شراف‌الدین گدایف خود را همچون یک شخصی مائل به این که با گفت و شنید با مقامات روسیه از جانب مخالفین می شود که بعضی از مسئله های سیاسی تاجیکستان را حل کرد، خودش را به جامعه شناسانیده است. مثلا این چیز از پشت همین کوشش هایتان شما از روسیه ربوده شدید، به تاجیکستان استرداد شدید، با چقدر یک هیاهوی بین المللی به میان آمد است به سبب ربوده شدن شما از روسیه و استردادتان به تاجیکستان و این هیاهو سبب شد، هیاهوی بین المللی سبب شد که تاجیکستان مجبور شود شما را برگرداند به اروپا. من چی گفتنی هستم؟ آیا شراف‌الدین گدایف تا به حال به این باور است که تا به همین حال حاضر به این باور است که گفت و شنیدها با روسیه وضعیت تاجیکستان رو سیاسی تاجیکستان رو تغییر میده؟ ببینید حالا من به شما گفت و شنید نه به خاطر آن است که روسیه چیکار میتونه. تاجیکستان و تاجیکان میتوانند چیکار را در مورد تغییر آینده تاجیکستان تصمیم بگیرند. این وابستگی دارد به خود مردم، اما به روندهای سیاسی روسیه خواه‌ناخواه تاثیر میرساند، چون 7000 نظامی روسیه در خود مرکز دوشنبه است. آنها میتوانند در دلخواه حالت تاثیر خودشان را به روندهای سیاسی تاجیکستان برسانند. البته این نظام رحمانوف، رژیم رحمانوف ما رو بیشتر وابسته روسیه کرده است. اگر که ما همچنین کشور دموکراتی از سال 1992 فعالیت میکردیم، حالا این وابستگی رو با روسیه نداشتیم و بسیار چیزهایی که حالا هستند از روسیه نبودند. ما میتوانستیم در یک شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و خوب قرار داشته باشیم، مستقلیت خودمون رو بیشتر داشته باشیم و مستقلیت اقتصادی خودمون رو داشته باشیم که شرمنده‌های ما به روسیه نروند و همچون دستکی فشار و فشنگ به ما استفاده نشوند و ما در با روسیه نه هم که اکا اوکا همچون شریک استراتژی و همچون برابر سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی خودمون رو روسیه ثابت کرده است که با هیچ کس او شریک استراتژی نیست. روسیه در اون وقتی که شریک استراتژی نیست شما رو متهم می‌سازد. وقتی که به مثل همه رو مثلا اگر روسیه چندی سال من در روسیه بودم و حالا ببینید با همین سیاست‌های خشینش تجاوزگرانه بیاید تند نگوییم، همه قدر خشین گوییم حاضرش،
با همه سیاست‌های خشینش همه شریک‌های استراتژیکش رو از خودش دور کرده است. حالا ببینید مناسبتش با شریک‌های استراتژیکش، مثلا اگر با مهاجران تاجیک در روسیه چقدر بد است. یک مهاجر در روسیه هر مثلا گریم همیشه امید می‌کند که کی از همین روسیه اومدن خلاص بشده باشد. در کشورهای اروپایی یا که در کشورهای دیگر این چیز نیست. مثلا یک مهاجر هرچند مهاجر بدبینی وجود دارد، لیکن ولایت قانون که وجود دارد، همه که پایبند قانون هستند، مهاجر اونقدر خودش را بیگانه حس نمی کند، تحقیر نمی شود. اما در روسیه چی؟ در روسیه شهروندانی که خود روسیه شریک استراتژیکی میدوند تحقیر می شوند، ظلم می بینند، کارهای پسترین به آنها داده می شود و کارهایی که شایسته یک انسان است و او باید یک درآمد خوب گیرد آن کارها رو نمیدهند. حتی تاکسیستی، ابتکارچی، مثلا گریم شف رانندگی و کارهای پست و حالا تا این حد آمده رسیده است که کوچه رو بیرو گرفته شدند. بعد مهاجر این تا این حد مناسبت میکنند. اکنون حالا داد و وای دارد که نه تا تگی بینی من آمده است و باید نبیاید و خودش با همه مناسبت های بدش عموما کشورهای حق همسایه‌اش را خودش تیله با آغوش ناتو میکند و بعد از آن باز مینالد که اینها رفته شدند. مثلا حاضر مسئله مولداوی، مسئله گروزی، برای جنگ با اوکراین. ببینید من فکر میکنم که حالا اون چیزی که تحقیر نسبت شهروندان تاجیکستان در روسیه می شود این سرچشمه میگیرد از خود حکومت تاجیکستان و آنهایی که امروز از به این روسیه گناهکار نیست، به این خود رژیم رحمانوف این گروه جنایتکار گناهکار است. چرا که اگر که تاجیکستان می توانست از حقوق خودش، از منفعت‌های شهروندان خودش در خارج کشور حمایت کند، چرا نسبت ترک ها، نسبت آذربایجانی ها، نسبت ارمنیان ها چنین رفتار نمی شود؟ این وابستگی دارد به رهبریت هر کشور و این گروه جنایتکار پیش روسیه متهم است، با یراق تنک و توپ روسیه آمدگی است، با قتل و کشتار آمدگی است و 30 سال از دست قدرت غیر قانونی قدرت را نگاه می‌دارد. یک متهم است پیش روسیه. به این خاطر نمیتواند از حقوق خودش در روسیه حمایت کند و غیر از این تمامی جمعیت هایی که تشکیل شده بودند در روسیه برای حمایت حقوق حمایت شهروندان خودش، آنها را دزدیده با همکاری مقامات روسیه دزدیده آورده به زندان افکن. فرض مثال خود عزت ما یک شهروند تاجیکستان برای عزت و احترام شهروندان تاجیکستان تلاش میکرد در روسیه. اگر به مثل عزت ها ده ها شهروند دیگر، ده ها صدها سازمان های دیگر در هر ناحیه 2 تا 3 تا میشدند برای حمایت شهروندان تاجیکستان تلاش میکردند، ما هیچگاه این شرایط را نداشتیم، ما هیچگاه این پراکندگی را نداشتیم، وحدت را داشتیم. یک تاجیک را در روسیه میکشتند 3 میلیون تاجیک برمیخیست. بعد ببینید که وضعیت روسیه چی میشد، بعد ببینید که نسبت مردم تاجیکستان چه احترامی میکردن. این به احترامی به خاطر یک گروه جنایتکار صورت میگیرد. این تحقیر، این عذاب، این نمیدونم بدبختی، این فاجعه سرچشمه میگیرد از نظام رحمانوف. اگر همه فاجعه، همه بدبختی ها از این نظام سرچشمه میگیرد، ما از هر دری دراییم، از هر دری مشکلات مردم تاجیک نگاه کنیم، این سرچشمه میگیرد باز از رحمانوف. به همه این مشکلات ها، به همه بدبختی ها این ملت امروز گرفتار است به خاطر یک گروه جنایتکار با سرکرده محمد رحمانوف. این گروه جنایتکار هستند که این ملت امروز با این حالت آورده میرسونند. وقتی که من باور دارم سیاستمدارانی که در تاجیکستان میآیند با راه دموکراتی و بر خاطر ملت و دولت آینده و بقای تاجیکستان خدمت میکنند، آنها هیچگاه نمیگذارند وقتی یک شهروند تاجیکستان بیگناه زندان میشود
ببینید که در آنجا تمامی رسانه ها صحبت کرد. امروز ده ها، صدها، هزاران شهروند تاجیکستان با تحقیر، با صد بدبختی ها از جانب ملتگرای روس کشته می شود. یک کلمه سخن از جانب رسانه های تاجیکستان دیده نمی شود. غیر از این خود امام علی رحمانوف در فاجعه شهروندان تاجیکستان ده ها صدها انسان ها میبرند، یک مرتبه تعزیه اعلان نمیکند. رحمانوف در یک دنیای دیگر زندگی میکند. مهاجرین تاجیکی ما، فرزندان تاجیکی ما در یک دنیای دیگر، در یک دنیایی که رحمان برای آنها دوزخ ایجاد کردگی است. برای رحمانوف یک دنیایی وجود دارد که در آن دنیا برای خودش بهشت ساخته است، اما برای فرزندان تاجیک، برای شهروندان تاجیکستان یک دوزخ را بنیاد کرده است که در این دنیا، در دنیای دوزخ شهروندان تاجیکستان زندگی میکنند، در دنیای بهشت یک خانواده، یک گروه جنایتکار با سرکرده امام علی رحمانوف. به این خاطر است از جانب آنها میگن تاجیکستان بهشتی روی زمین است. بسیار خوب، تشکر زیاد. همینجا سوال هایی که میخواستم من به برادر عزیز گرامی شرافالدین گدایف بدهم تمام نشدند. سوال ها خیلی زیاد هستند. میخواهم به همه سوال هایم جواب بگیرم، اما فرصت نمیرسد و وقتی ما به اتمام رسیده شده است. به همین خاطر باز امید میبرم که همین خیلی صحبت های ما ادامه مییابد ان شاء الله. و حالا همینجا صحبت امروزه من را به اتمام میرسونیم. تماشابینان عزیز، امیدوارم شما نیز به سوال هایی که میخواستید به شرافالدین گدایف بدهید، امیدوارم که جواب گرفتید. خواهش میکنم برنامه های ما را پیگیری کنید. این گونه مصاحبه ها من بعد ادامه مییابند با سیاستمداران، با شخصان فرهنگی، با نفرانی که فکر دارند که میدونند چگونه تاجیکستان پیش برود. ما این گونه صحبت ها را ادامه میدهیم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. تشکر به اشتراکتان. زنده باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه